سلام به همگی. تا حالا فکر کردین واقعاً کی داره جامعه رو اداره میکنه؟ امروز میخوایم یه چارچوب خیلی جالب رو با هم بررسی کنیم که میاد قدرت رو به 4 طبقه مشخص تقسیم میکنه. بیایید با هم ببینیم این طبقه ها چی هستن و هر کدوم از ما کجای این داستان قرار داریم. اصلا به این فکر کردین که این قوانین نانوشته جامعه، اقتصاد، سیاست، اینا رو کی تعیین میکنه؟ این سوال اصلی و اساسیه که امروز میخوایم با یه نگاه متفاوت بهش جواب بدیم. خب، تحلیل امروز ما بر اساس یه مقاله است که میاد ساختار قدرت رو خیلی ساده ولی عمیق به 4 دسته تقسیم میکنه. این مدل به ما کمک میکنه خیلی بهتر بفهمیم کی واقعاً توی تصمیم گیری‌های بزرگ نقش داره و کی نداره. یه چیزی که همه میدونیم اینه که قدرت هیچ وقت مساوی تقسیم نمیشه، درسته؟ این نمودار رو ببینید. جامعه رو مثل یک کیک نشون میده که به 4 تیکه خیلی نامتساوی تقسیم شده. حالا بیایید با همین طبقات رو از اون بالا، یعنی از قدرتمندترین ها، شروع کنیم و بیایم پایین. خب بریم سراغ نوک هرم قدرت. اینجا با طبقه فراخودی ها آشنا میشیم. اینا کسایی هستند که خیلی فراتر از ساختارهای رسمی عمل میکنن و در واقع خود قوانین بازی رو طراحی میکنن. ببینید، فراخودی‌ها فقط اونایی نیستن که تصمیم میگیرن. اینا خیلی فراتر از این حرفان. اینا کسایی هستن که اصلاً خود قوانین بازی رو مینویسن. قدرت اصلیشون اینه که تعریف میکنن چی درسته و چی غلطه، چی ممکنه و چی غیر ممکن. معمولاً دیده نمیشن اما تأثیرشون رو تو همه جای سیستم میشه حس کرد و خب معمولاً به هیچ کس هم مستقیم جواب پس نمیدن. خب از اون بالا که بیایم یه پله پایین‌تر میرسیم به طبقه بعدی، یعنی خودی‌ها. اینها چهره‌های آشنای قدرتن که توی چارچوبی که فراخودی‌ها ساختن بازی میکنن. خودی‌ها رو میتونیم بگیم بازیگرای رسمی صحنه قدرتن. اینا همونایین که توی سیاست، اقتصاد و رسانه‌ها میبینیمشون. به منابع و اطلاعات و حمایت رسمی دسترسی دارن. ویژگی کلیدیشون چیه؟ همسویی و وفاداری به همون ساختاری که فراخودی‌ها طراحی کردن. و ما حالا میرسیم به یه مفهوم فوق‌العاده کلیدی، طبقه نخودی‌ها. اینجا دقیقاً جاییه که فرق بین حضور داشتن و قدرت داشتن زمین تا آسمون مشخص میشه. نخودی‌ها کیا هستن؟ اینا کسایی هستن که توی جلسه هستن، دعوت میشن، صندلی دارن، ولی در واقع هیچ نقشی تو تصمیم گیری ندارن. انگار فقط برای این دعوت شدن که یه حس مشارکت عمومی به وجود بیاد و به ساختار مشروعیت بدن. ممکنه حتی خودشون هم فکر کنن که خیلی مهمن، ولی در عمل تأثیری ندارن. این اسلاید دیده حرف آخر رو میزنه. تفاوت رو ببینید. خودی‌ها تصمیم سازن، یعنی هم حرفشون خریدار داره، هم رأیشون اثرگذاره. اما نخودی‌ها اونا فقط تماشاچی‌ان. یه صندلی بهشون دادن ولی صدایی برای تأثیر گذاشتن ندارن. درک این تفاوت کلید فهمیدن خیلی از ساختارهای قدرته. و حالا میرسیم به کف هرم، به طبقه‌ای که اغلب به کل نادیده گرفته میشه، بیخودی‌ها. بیخودی‌ها اساساً کاملاً بیرون از دایره قدرت قرار دارن. نه تو سیاست سهمی دارن، نه تو رسانه، نه تو اقتصاد. اینا اغلب قربانی همون ساختارهای نابرابر و تبعیض‌آمیزی هستن که سیستم رو شکل داده. انگار که اصلاً دیده و شنیده نمیشن. این جمله به نظرم خیلی تکون دهنده است. صدایشان شنیده نمیشود، حتی اگر فریاد بزنند. و نکته حیاتی دقیقاً همینه. مسئله این نیست که حرف نمیزنن. مسئله اینه که سیستم طوری طراحی شده که صدای اونها رو فیلتر کنه و نشنوه. خب حالا که با این 4 طبقه آشنا شدیم، شاید بپرسید که اصلاً دونستن این چارچوب به چه دردی میخوره؟ چرا مهمه؟ ببینید، اول از همه این طبقه بندی به ما کمک میکنه که از اون نگاه ساده یا قدرتمند یا بی‌قدرت فاصله بگیریم. بهمون نشون میده که قدرت لایه‌های پنهان زیادی داره. توضیح میده که چطور ممکنه بعضیا تو صحنه باشن ولی صدایی ازشون شنیده نشه. در واقع این یه ابزار تحلیلی خیلی قدرتمنده که باهاش میتونیم پویایی‌های قدرت رو تو هر جامعه‌ای از جمله جامعه خودمون بهتر درک کنیم. و در نهایت این شناخت میتونه به خود ما قدرت بده. وقتی جایگاه خودمون و بقیه رو توی این ساختار بفهمیم، میتونیم برای ایجاد تغییر واقعی تلاش کنیم.
میتونیم آگاهانه سعی کنیم که به یه نخودی یا بدتر از اون یه بیخودی تبدیل نشیم. هدف نهایی اینه که به تأثیرگذاری واقعی برسیم، نه اینکه فقط یه حضور نمایشی داشته باشیم. و در آخر میخوام این سوال رو برای خودتون مطرح کنم. توی این ساختار 4 طبقه قدرت، شما واقعاً کجا ایستادین؟ اطرافیانتون چطور؟ گروه‌های مختلف جامعه کجا قرار میگیرن؟ فکر میکنم جواب دادن به این سوال میتونه شروع یه بازنگری خیلی عمیق و مهم باشه.